بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می کنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. امیدواریم در هر کجا که هستین همیشه در پناه الله متعال شاد و خوش و خرم باشین. در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه پرسش و پاسخ، برنامه‌ای که متعلق به خود شما سروران عزیز است و در این قسمت در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم که خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. در خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و عرض من در ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب عالی انشاءالله خواهم بود. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز، طبق روال معمول برنامه را با سوالایی که از طریق SMS پرسیدین آغاز میکنیم. جناب مولانا بیننده پرسیدن که تلاوت قرآن کریم بدون وضو چه حکمی دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. تلاوت قرآن کریم یکی از عباداتی هست که الله متعال ما را دستور داده به تلاوت قرآن و تدبر قرآن و رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث گوهربارشون فضایل متعددی رو برای تلاوت قرآن و برای کسی که حافظ قرآن و تالی قرآن هست بیان فرمودند. در مورد تلاوت قرآن بدون وضو اجماع اهل سنت و الجماعت و من جمله علمای اربعه و ائمه اربعه اهل سنت و الجماعت هست که تلاوت قرآن بدون وضو جایز هست. امام نووی رحمت الله علیه اجماع رو نقل کردند که از دیدگاه عموم اهل سنت و الجماعت اجماعشون بر این هست و من جمله 4 امام و 4 مذهب اهل سنت و الجماعت نظرشون بر این است که تلاوت قرآن بدون از دست زدن قرآن از حفظ یا این که از روی قرآن باشه بدون دست زدن قرآن از نظر شرعی اشکالی نداره، جایز هست. منتها وضو گرفتن و با وضو تلاوت کردن یکی از آداب تلاوت قرآن هست و افضل هست. به صورت کلی وقتی که بررسی بکنیم یعنی حدث را و بی‌وضوئی و عدم طهارت را بر 2 قسم تقسیم می شود. یکی بی‌وضوئی هست به معنی حدث اصغر هست، کسی رفته برای قضای حاجت الان بی‌وضو شده و حکم شرعیش این است که چنین شخصی میتواند قرآن را تلاوت بکند. اما در مورد دست زدن به قرآن کریم جمهور ائمه اهل سنت و الجماعت من جمله ائمه اربعه نظرشون بر این است که دست زدن قرآن بدون وضو جایز نیست. نظر جمهور اهل سنت و الجماعت بر این هست که دست زدن قرآن بدون طهارت و بدون وضو جایز نیست. استدلال میکنند از آیه‌ای که الله متعال میفرماد انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، تنزیل که الله متعال در اینجا اشاره میکند به این که این قرآن از جانب الله متعال در واقع نازل شده، تنزیل من رب العالمین. امام نووی رحمت الله علیه از این جمله تنزیل من رب العالمین استدلال میکنند که این آیه در مورد قرآن کریم هست، در مورد لوح محفوظ نیست بلکه در مورد مصحف و قرآن کریم هست که تنزیل هست، تنزیل من رب العالمین که از جانب الله متعال نازل شده، لوح محفوظ نازل نشده. و عرض کردم که جمهور فقها نظرشون بر این هست که دست زدن قرآن برای فردی که بی وضو باشد از نظر شرعی جایز نیست و حرام هست. و غیر از این هم روایت معروفی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ابن حزم نوشتن در یمن
که ان لا یمس القرآن الا طاهر، کسی قرآن رو دست نزند مگر کسی که طاهر هست، یعنی همراه با طهارت هست و وضو داشته باشد. و نظر عموم اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم هم در این همین هست که دست زدن قرآن بدون طهارت از نظر شرعی جایز نیست. و در این زمینه گوشی موبایل که هست، کامپیوتر و لپتاپی که هستند از نظر شرعی حکم مصحف رو ندارند. یعنی جایز هست که انسان گوشی موبایل رو ولو اینکه برنامه قرآن در اون حفظ شده باشه دست بزند، ولو اینکه روی صفحه دست بزند و صفحه رو برگرداند، هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. و موبایل و بقیه وسایلی که هستند به عنوان مصحف و قرآن در واقع حکمشون رو ندارند و این دست زدن اونها بدون وضو حتی در حالت جنابت هم هیچ گونه اشکالی ندارد. همراه بردنشون برای قضای حاجت هم هیچ گونه اشکال و ممانعت شرعی ندارد. قضیه دیگری که در اینجا وجود داره در مورد جنابت هست. به اتفاق علما تلاوت قرآن در هنگام جنابت جایز نیست. دو تا اتفاق داریم در اینجا. به اتفاق علما تلاوت کردن در هنگام بیوضویی یعنی حدث اصغر از حفظ جایز هست، اشکال شرعی ندارد به شرطی که قرآن رو دست نزنند. اما برای کسی که در حالت جنابت هست از نظر شرعی با توجه به اجماعی که در این زمینه وجود دارد این است که کسی اجازه خواندن و تلاوت قرآن رو ندارد. در این زمینه روایتی هست از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه که امام احمد رحمت الله علیه نقل کرده که میگوید که کان لا یمنع النبی صلی الله علیه و سلم من قراءة القرآن الا الجنابه، که چیزی رسول الله صلی الله علیه و سلم را مانع نمیشد از تلاوت قرآن مگر اینکه در حالت جنابت باشند. و در مورد زنانی که در عادت ماهیانه هستند یا در خونریزی بعد از زایمان هستند، گرچه جمهور علما نظرشون بر این است که حرام هست برایشون، یعنی تلاوت قرآن مانند مذهب امام شافعی یا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، اما امام مالک رحمت الله علیه در این زمینه نظرشون این است که زن ولو اینکه در حالت حیض باشند از نظر شرعی جایز هست و میتواند که قرآن رو تلاوت بکند. و قول راجح هم این هست که برای زن از نظر شرعی جایز هست که در حالت نفاس یا در حالت عادت ماهیانه قرآن رو تلاوت بکند، زیرا که در این زمینه دلیلی که منع کرده باشد زن را از تلاوت قرآن در حالت عادت ماهیانه یا در حالت نفاس چون این دلیلی وجود ندارد. و دلیلی که در این زمینه هست در سنن ترمذی آمده که لا تقرأ الحائض القرآن ولا الجنوب القرآن. این روایت ضعیفی هست. امام احمد رحمت الله علیه فرمودند که این روایت باطل و منکری هست و نمی شود که زن در حالت عادت ماهیانه رو قیاس کرد بر حالت جنابت. حالت جنابت بالاتفاق جایز نیست تلاوت قرآن، حالت بیوضویی بالاتفاق جایز هست، اشکالی نداره به شرطی که به قرآن دست نزنن. و در حالتی که زن در حالت عادت ماهیانه یا نفاس باشد در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و امام شافعی جایز نیست و در مذهب امام مالک رحمت الله علیه جایز هست. و قول راجح و قوی تر از نظر دلیل مذهب امام مالک رحمت الله علیه هست و برای زن اشکال شرعی ندارد که در حالت عادت ماهیانه قرآن را تلاوت بکند، منتها مانند حکم بیوضو از نظر شرعی نمیتواند قرآن را دست بزند. از روی حفظ یا از روی موبایل خوندن از نظر شرعی اشکالی ندارد و اگر از روی قرآن میخواند کسی دیگر براش ورق میزند یا اینکه خودش با دستکش یا با پارچه ورق بزند از نظر شرعی باز هم اشکال ندارد و جایز است. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن شخصی که پول از مردم میگیرد، یعنی پول را قرض میگیرد اما نیت پرداخت آن را ندارد، این شخص حکمش چیست و در آخرت با او چگونه برخورد میشود؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مال و جان انسان مسلمان حرمت قائل شدند و حرام هست همان گونه که تعدی به جان و به بدن انسان، جسم و جان انسان حرام هست. انسان مسلمان حرمت داره، کسی حق ندارد که من تعدی بکند. تعدی کردن بر مال یک فرد مسلمانی هم حرام هست و جایز نیست و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که
لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. استفاده از مال برادر مسلمان جایز نیست مگر با رضایت خودش باشه و بدون رضایت برداشتن مال مسلمان بیچ عنوان از نظر شرعی جایز نیست. و در این زمینه روایت متعددی آمده از رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمودند که من کانت عنده مظلمة لأخیه من مال او عرض فلیتحللها من صاحبه. هر کسی که در واقع حقی از برادر مسلمانی برگردنش باشه، از این حق مالی باشه یا حق آبروی کسی رو برده باشه، بی‌حرمتی کرده بود باشه به کسی، فلیتحللها من صاحبه قبل ان یؤخذ منه حین لا یکون دینار ولا درهم. قبل از این که روزی فرا برسد که در آن روز دیران و درهمی در کار نخواهد بود، امروز برود از آن حلالیت و معافیت طلب بکند. یعنی این که اگر امروز در دنیا حق برادر مسلمانی رو که ضایع کردید، مالش رو خوردید ندادید یا آبرویش رو ریختید دوباره نرفتید عذرخواهی نکردید و دلش رو به دست نیاوردید، در روز قیامت که دینار و درهمی نیست، یعنی پرداخت حقوق توسط اموال و با مال و ثروت و درهم و دینار نیست، بلکه به خاطر با نیکی ها. از همین روایت که در صحیح بخاری از رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماد که فإن كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته. اگر اون کسی که به اصطلاح بدهکار هست اگر عمل صالحی داشته باشد، طلبکاری که در دنیا مالش را خورده باشه، دیگه باید طلبکارش از در روز قیامت از نیکی های آن کسی که مال را خورده از روز قیامت برمی‌دارند و به این انسان شاکی می‌دهند و اگر آن فرد نیکی نداشته باشد از گناهان شاکی برمی‌دارند و برگردن آن کسی که مال برادر مسلمانش را خورده بر اون میاندازند و در روز قیامت به خاطر این عمل وارد جهنم می‌شود. یعنی اعمال صالحش میروند برای کسی که در دنیا به اون ستم کرده، مالش رو خورده، بی عزت و بی آبرویش کرده و اگر نیکی نداشته باشد گناهان این فرد برداشته می شود و برگردن آن شخص گذاشته می شود. و در روایت جالبی از رسول الله صلی الله علیه وسلم اومده که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودند که مفلس از دیدگاه شما چه کسی هست؟ صحابه گفتند کسی که درهم و دیناری رو نداره، شام شب نداشته باشه، اون مفلس است. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که مفلس واقعی کسی هست که از دنیا می رود با تمام اعمال صالحه، نماز دارد، روزه دارد، زکات و حج و بقیه اعمال خیر رو انجام داده، اما وقتی که به قیامت می رود یکی رو دشنام داده، یکی رو مالش رو خورده، یکی رو بی حرمتیش کرده، یکی رو حقوقش رو ضایع کرده، در روز قیامت از اعمال صالح این فرد برمی‌دارند به شاکیان میدهند و تا زمانی که اعمال صالحش تمام میشوند از گناهان شاکی ها برمی‌دارند، برگردنش میاندازند و نهایتا دیگران با اعمال صالح این فرد به بهشت میروند و این فرد با گناهان دیگران به جهنم میرود و این سببش این است که انسان در دنیا مراعات نکرده، به حقوق مادی و معنوی دیگران تعدی کرده و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در این زمینه میفرماند در روایت حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى الله عنه. اگر کسی نیازی داشت که قرضی بگیره به نیت این که قرض مردم را پرداخت بکند، اگر برود از کسی طلب قرض بکند و نیتش این است که این قرض را پرداخت میکند، الله متعال هم اون را کمک میکند، توفیق میدهد که پرداختش بکند. و اگر هدفش اتلاف باشد این مال خود به خود تلف میشود و الله متعال چون کسی رو این توفیق رو هم نمیدهد. پس بنابراین حتی قرض تا زمانی که انسان لازم نباشه نباید برود سراغ قرض. در روایت اومده که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم یک فردی را آوردند و مخروز بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم برایشون نماز جنازه نخوندن، گفتن خودتون برای این فرد نماز جنازه بخونید. تا اینکه یکی از اصحاب و از انصار اومدن گفت یا رسول الله قرضش رو من پرداخت میکنم. آن وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم بر آن فرد نماز جنازه خوندن. این یک مسئله خیلی مهم هست و خیلی خطرناکه هم در دنیا و هم در قیامت، تا اندازه‌ای که در روز قیامت سبب می شود خصوصا کسانی که به قصد عدم پرداخت قرض میگیرند که در دنیا اگر با مال خودشون با درهم و دینار حق دیگران رو پرداخت نکنند در روز قیامت قطعا از نیکی هایشون الله متعال میگیرد و به شاکیانشون خواهد داد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که حکم جنین اهدایی یا تخمک و یا اسپرم اهدایی چیست؟
در مورد تلقیح به اصطلاح مصنوعی یا تلقیح خارج رحم یا به تعبیر دیگر اهدا کردن اسپرم یا تخمک یا به صورت کلی جنین یا اساساً اجاره رحم، این موارد از نظر شرعی حرام هستند به صورت کلی، مگر استثناءاتی در این زمینه وجود دارند. در صورتی که تخمک و اسپرم از خود زن و شوهر باشند و به صورت طبیعی نتوانند که در واقع بارور بشوند و زن باردار نمی شوند، در این زمینه جایز هست، می توانند که در صورت نیاز تخمک خود زن باشه و اسپرم خود شوهر باشه، اینها رو خارج از رحم تلقیح مصنوعی بکنن، دوباره در رحم کاشت بکنن. این از نظر شرعی اشکال ندارد و جایز هست. اما بقیه مواردش حرام و ناجایز هستند که تخمک از زن دیگر باشد یا اسپرم از مرد دیگری باشد، تمامی صورتهایش و مشخص هم نیست که مال چه کسی هست، اینها از نظر شرعی جایز نیست و صحت نداره. احکام زیادی بر این مترتب می شوند، احکام محرم و نامحرم هست، بحث میراث هست و بقیه بحث نسب هست و مسائل دیگری که بر این مترتب می شوند. پس بنابراین اجاره در واقع یا اهدا یا اساساً فروختن تخمک و اجزای انسانی جایز نیست و اگر اهدا باشه صرفاً در صورتی هست که و تلقیح مصنوعی صرفاً در صورتی جایز هست که این از خود زن و شوهر باشه و بیرون از رحم تلقیح بشود و بعد از آن در رحم کاشت بشود. این یک صورتش جایز هست و برخی از علما مانند شیخ ابن عثیمین رحمت الله علیه نظرشون بر این است که اگر یک فردی دو تا همسر داشته باشد، یک همسرش از طریق طبیعی بارور نشده باشد یا تخمک نداشته باشد، می توانند که از تخمک زن دیگر استفاده بکند و به اصطلاح اسپرم مال شوهر خودش هست و تخمک مال حویش هست. این رو هم شیخ ابن عثیمین رحمت الله علیه جایز قرار دادن. غیر از این موارد دیگری که هست از نظر شرعی حرام هستند و جایز نیست. جزاکم الله خیر. در اینجا اتاق فرمان نیز خواهش میکنم که شما تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن و بینندگانی هم که قصد دارن تماس تلفنی بگیرن سوالاشون رو به صورت مختصر داشته باشن تا زیاد وقت برنامه هم گرفته نشه. جناب مولانا بیننده پرسیدن که گفتن اهل بهبهان هستن، گفتن میخواستم بدانم نظر شما در مورد صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و سلم چیست؟ محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از نشانه های ایمان هست و یکی از مفاد ایمانی هست که هر مسلمانی باید رسول الله صلی الله علیه و سلم را دوست داشته باشد و رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیه من ماله و ولده و الناس اجمعین. شما مسلمان نخواهید بود تا زمانی که مرا از خودتون و از مالتون و فرزندانتون و از تمام مردم بیشتر دوست داشته باشید. این یک وظیفه شرعی و یک فریضه الهی هست و همچنین محبت داشتن با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هم جزو ایمان اهل سنت و الجماعت هست. کسی که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را دشمن بدارد یا حتی دوست نداشته باشد از نظر شرعی و از دیدگاه اهل سنت و الجماعت ایمانش کامل نیست و یک مفاد ایمانی رو در واقع ترک کرده. از دیدگاه اهل سنت و الجماعت صلوات فرستادن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم یک امر شرعی هست و یک عبادت هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما توصیه کردند، قبل از آن الله متعال در قرآن کریم به ما توصیه کرده و امر فرمودند یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، بر رسول الله صلی الله علیه و سلم سلام و درود بفرستید. از دیدگاه امام شافعی رحمت الله علیه و امام احمد رحمت الله علیه درود فرستادن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم در نمازی که از ارکان نماز هست، یعنی کسی که در نماز یعنی بعد از التحیات درود نفرستد از دیدگاه امام شافعی و امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه نمازش اساسا درست نیست، یک رکنی رو ترک کرده، مانند رکوع، مانند سجده، مانند خواندن سوره فاتحه که رکن هستند، خواندن درود بر رسول الله و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را هم جز ارکان نماز میدونند و در مذهب امام مالک و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یک مقدار درجهش پایین‌تر هست و فرمودند که سنت مؤکده هست.
و جالب هست امام شافعی رحمت الله علیه در این زمینه یک شعر معروفی رو دارند که فرمودند یا آل بیت رسول الله حبکم فرض من القرآن انزله، که ای آل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت شما یک فریضه الهی هست که الله متعال رو در قرآن نازل، این حکم را در قرآن نازل کرده. یکفیکم من عظیم الشان من لم یصلی علیکم لا صلات له، برای شما این افتخار کافی هست کسی که بر شما درود نفرستد نمازش صحیح نیست. و این مذهب امام شافعی رحمت الله علیه از امامان بزرگوار اهل سنت و جماعت هستند. به صورت کلی در جاهای دیگر و سنت هست هنگامی که انسان نام رسول الله صلی الله علیه وسلم رو میشنود و رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودند کسی که نام من برده بشود و بر من درود نفرستد در واقع بخیل هست. و بهترین صیغه و بهترین عبارت دعا برای رسول الله و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم همان صلوات و درود ابراهیمی هست که در نماز میخونیم. پس بنابراین اهل سنت و الجماعت محبت رسول الله و اهل بیت یک از نمادها و مشخصه های اهل سنت و الجماعت هست که برخی از علمای اهل سنت درود فرستادن بر رسول الله صلی الله علیه وسلم را در داخل نماز جز ارکان و فرایض نماز برشمردند. جزاکم الله خیر. تماس‌های بینندگان عزیزم آماده است و باز از بینندگان من تقاضا دارم که لطف کنید سوالاتون رو به صورت مختصر داشته باشین و از طریق گوشی تلفن صحبتتون رو ادامه بدین. اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. انا در مسئله رقیه خوندم می‌خواستم یک سوال پرسیم. بفرمایید. بعضی رقیه خونه وقت رقیه میخونن میگن که سه روز باید که خون نخوره، گوشت گوسفند نخوره، یا 3 روز دیگه 3 روز باید چه نخورن؟ گوشت نخورن؟ بعضی رقیه گوشت گوسفند نخورن میگن، بعد تا 3 روز خون نخورن، گوشت گوسفند نخورن. بله. 3 روز سوخته نگردن. سوال بعدیتون؟ تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. بله بفرمایید، در خدمت شما هستیم. سلام علیکم. خوب علیکم السلام و رحمت الله. یک سوال داشتم از قبل بزرگ. بفرمایید سوالتون. یک زن داشته باشه باز از زن دیگه که دقیقی شگاب نزنه و قسمت دنیا کسان دارن. نفهمیدم من. گفتم یک مرد که زن باشه و با زن دیگه بگیره باز زن اولا که دقیقیش نباشه. یعنی زن دوم بگیرد ولی با زن اول رو ترک بکنه منظورتونه؟ بله. او دنیا باز پرسان میشه نمیشه. درست. سوال دیگه هم دارین؟ از جواب که زنده باشه. خدا حافظ. خدا نگهدار شما. تماس بعدی بیننده بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، خدا کنه که حتما سلام باشیم و سلام من تقدیم کنم خدمت معلومات. یک سوال داشتم از جناب آقای که کسی که مریض باشن و او رو دکتر گفته باشه که نماز نخوان، این چطور است؟ و دیگه ای که یک کسی اگر بر توبه خود حاکم نباشه و چندین بار توبه خودش کسان نباشه و پس دوباره توبه بکنه، این نشانه ضعف ایمان است. دوباره بپرسید سوال دومتون. کسی که برای توبه خود حاکم نباشه، زمانی که انجام میداده توبه کرده باشه و دوباره پس رجوع کنه به عمل، آیا ضعف ایمان است؟ خیر. درست.
سوال دیگه ندارین؟ و دوم دیگه که جناب عالم یک کسی هست که نماز خود خونده نمیتونه، زبانش بندش داره، زبان بندش داره، نمیتونه بخونه. زبانش خیلی مشکل برش. یک نماز خود بله دستن نیم ساعت یا زیادتر از اون یک نماز 4 رکعتی هست که طول میکشه تا اینکه هم نماز خود تمام بکنن. و میره دکتر منع کرده گفته تو نخوانم. دکترای روانی که مراجعه کردن یعنی این توضیح سوال اولتونه درسته؟ این توضیح سوال اولتونه دیگه. بله این توضیح سوال اول درست. بله دقیقاً. تشکر میکنم شما. خوش داشته باشم. خداحافظ. خدا نگهدار شما. سلام علیکم بفرمایید. بینندگان من ازتون خواهش میکنم وقتی تماس میگیرین منتظر نباشین صداتون از تلویزیون پخش بشه و همین که متوجه شدین صداتون وصل شد با شما صحبت کردیم صحبتتون رو ادامه بدین. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. نباشین. نباشین همین کسی که نماز صبر میشه توجیه صبر به جا میاره که با فردوشون سلام بده یا یکشون سلام بده. یکی هم که سوال کسی که میگه مادر خانم کو پشت سر کنه ولی روی موتور سوار کنه او میگه طلاق میشه درسته این یا نه؟ مادر خانم رو روی موتور سوار کنه طلاق میشه یا نه؟ سوال دیگه هم دارین؟ همین بعضی میگم که طلاق میشه مثلا یا نه دیگه. سوالتون واضح است. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. آقای محترم است. بله بفرمایید برادر گرامی. از لندن احترامات به عرض برسم. سوال شهریتون؟ جناب محترم علیکم السلام و رحمت الله. ما اعتراض سوال ما او برنامه ما بالکل ما گم شد. صدا شما داره قطع وصل میشه، دوباره سوال بپرسین. سلام تماس مشکل داره. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. وصال حق. وصال حق و سوال شهریتون لطفا. الو بفرمایید برادر گرامی از طریق گوشی تلفن حرفتون ادامه بدین. یه سوال داشتم با مولانا عبدالقدوس دهقان. بفرمایید سوالتون. در مورد این نماز صبح هست یا که میخونن قنوتش چطوریه؟ قنوتش فرض جز سنته؟ خود نماز صبح منظورتون یا نماز تهجد؟ نماز صبح، نماز فرض صبح. درست. سوال دیگه هم دارین؟ سوال دیگه نه خیلی ممنون. تشکر میکنم از شما. بیان بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما. یه سوال داشتم، یکی این که هر رکعت نماز میخونیم قبل هم حتما باید بسم الله گفته بشه یا نه؟ بعد سوال بعدی این که لیزر مو برای آقایون هم مشکل داره، ثواب یا گناهش هست؟ لیزر مو؟ بله لیزر مو بدن. درست. و سوال بعدیم این که وام قرض بدهی زیاد داریم، میتونیم وام قرض رسانی تو 2% بگیریم، یعنی 2% سود داره؟ و سوال بعدی هم که بخش من سوال زیاد دارم این که مثلا واسه یکی فوت کرده مرده میشه مثلا یکی بهمون مثلا شیرینی بده بگه مثلا اینقدر پول انعام به شیرینی میدم تو واسه اون قرآن بخون. سوالی هم دارین؟ همین ممنون میشه اگه پاسخ بدین لطفا. سلامت باشین، انشالله پاسخ دریافت میکنیم.
سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. فاضل محترم از لندن در خدمت شما هستم. صدای ما میرسه؟ بله صدای شما میرسه، فقط لطفاً سوالتون آماده داشته باشین و اثر گوشی تلفن همچنین صحبتتون ادامه بدین. اینا گوشی هست؟ بفرمایید. استاد محترم میخوایم خاموش نمیشه. چه چیز خاموش نمیشه؟ خاموش شد تلویزیونی ما. درست. الان سوالتون رو بپرسین. یعنی منظور منه که یعنی منتظر نباشین از تلویزیون صدا پخش بشه. ما کوشش رو میکنیم هم آدم بس میلیل لیکن خبر نی. درست. او خب امروز دیگر مزاحمت خلق نشده باشه پاس میگیریم. یک مشکل خلق شد. با امان خدا. شیخ الو. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام خدمت شما و مولانا صاحب. علیکم السلام و رحمت الله. مولانا صاحب یک سوال شعری بود. ما یک حدیثی را نقل از یک الو. بفرمایید حدیثو. میفهمین صدای مرا میشنوین؟ بله بله صداتون کاملا واضح است، بفرمایید. خب حدیثی را از یک مولانا صاحب نقل کرده بودن که در روز قیامت که میشه آخرت می خانه خدا را توسط یک ازبی حبشیا او تیپ میشه که باز بعدا ظهور حضرت عیسی علیه السلام میشه. ما خواستم که از مولانا صاحب اینطوری یک واضح‌تری را تشریح بدن که همین حدیث که نقل شده صحیح است یا غلط است. درست. البته این بعد از عیسی است که در آخر قیامته، آخر زمانه. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستم. خسته نباشید استاد بزرگوار. سلامت باشین. سوال شهریتون لطفا. بله سوالی داشتم. بنده یک مقدار دچار کاری هستم و طلبکارای من حکم جلب من رو بازداشت. آیا از لحاظ شرعی اشکال نداره بنده به همسرم بگم که بره و مهریه‌اش رو بذاره اجرا، من پولش رو بگیرم بدم به طلبکارام؟ یعنی همسرتون مهریه‌اش رو به اجرا بگذارن؟ بله مهریه‌اش رو اجرا بگیرم بدم طلبکارا که دست اینا راحت. درست. سوال دیگری دارین؟ نه خیر، خیلی ممنونم. خدا نگهدار شما. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. میخواستم بعضی تعبیر خوب جواب میدم. تعبیر خوب مولانا؟ والا تعبیر خواب اینجا برنامه شرعی هست، یعنی ما معبر خواب نیستیم به قول معروف. تشکر میکنم از شما. اگه سوال شرعی دارید بفرمایید. دورم از سحر چکل نجات یافتن از سحر جادو. درست. راه نجات از سحر. از سحر جادو. بله سوال واضحه. سوال دیگه هم دارین برادر گرامی؟ تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم آقای صاحب. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. سلام میکنم به شما و مولانا صاحب عبدالقدوس جیغان. علیکم السلام و رحمت من الله. از افغانستان از ایران به تماس شدم. 3 خواهر دارم. مادرم برای خواهرم دعای بد کرده. بعدش دیگه خود به خواهرم فرزند نمیده. ما به مادرم چیکار بکنیم که از گناهی که به مادرم کرده خداوند گناهی زیر در میکنه. تشکر و برنامه شما. تشکر از شما. تماس بعدی بیننده میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام، خسته نباشید آقای شیخ. خوبی؟ سلامتی؟ سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. بفرمایید سوال شهریتون. برادر گرامی صدای شما وصله، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت
رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. برادر عزیز چهار تا سوال داشتم. بفرمایید. آدمی که بیمار می شود، از گولیت بیمار می شود، آیا خوردن سیتی که در داروخانه فروخته می شود ملخ درست است خوردن است؟ خوردن؟ بیمار سیت چی مولی؟ سیت در داروخانه فروخته می شود. این چه دارویی یعنی؟ سیت در پای ما یک نمیشن. از چه ساخته می شود؟ در ترکیب دیب دارد که در ترکیب است. دیب دارد؟ دیب منظورتونه؟ دیب که مست میکنن آدم هم نمیشن توش مست میکنن. شاید همون شراب قاطی دواست دیگه. شاید آدم مست مثل شراب بله. ها این الکل قاطی دواست. من در ایمان یا در نماز ضرر ندارن. درست. سوال دیگه سفر مهاجرتی میکنیم با هواپیما یا سمالیات، وقتی نماز میشود طهارت کم مشکل تر است. آیا ممکن است که تیمم سازیم؟ درست. سوال بعدی؟ این سوال را قبلا داده بودم اما متاسفانه از نبودن قوای برق نتوانستم پاسخ بگیرم. آیا در مسلمانی پیر وجود دارد که یک شخص میگوید که من ایشان زاده هستم، من پیر شما هستم، از من دعا گیرید، یگان مشکلی که شد الله نگوید بلکه یا پیرم مدد کنید، من مشکل کشی شما هستم. درست. سوال چهارم، زنی که صاحب شوهر و فرزند می باشد موسیقی گوش میکند، وقتی که به کوچه و بازار می براید سطر نمیکند، سطر رعایت نمیکند و باز میگوید که دلم صاف است. درست. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر از شما. سلام علیکم، بنای پرسش و پاسخ بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خدمت استاد بزرگوار سوال داشتم از استاد محترم. من کسیم در نماز زیاد مشکل دارم و هیچ گفتن نمیتونم، زبان ما بند میشه، زیاد سر ما زیاد فشار میاد، یک حرف هم گفتن نمیتونم، بسیار مشکل میگم. نماز ما تقریبا 2-3 ساعت طول میکشه دیگه، زیاد به آداب هستم. دکترم مرا گفته تو نماز نخوان، باز ما تمام استانت ترک کردیم، فرض میخوانم بازم نمیتونم. زیاد تداوی که در قسمت از مولای صاحبام تاویز و بعض دم و چیزام گرفتم، هیچ کدامش فایده نکرد. میشه که جناب مولانا صاحب بزرگوار بگوین که من چی کنم؟ بسیار با مشکل با عذاب است و اگر هیچ نمیشه از مولای صاحب خواهش میکنم بر ما دعا کنه که از عذاب خلاص شم لطفا. انشالله. مولای صاحب بزرگوار بگیم بر ما دعا کنه. انشالله. تشکر از شما. وقت شما خوش. خداحافظ. خدا نگهدار شما. مولانا یا توقف داشته باشیم بهتره تا دوباره سوالا رو بگیریم. آخرین تماس رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. وقت بخیر. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. سوال شرعی داشتم. بفرمایید. سوال شرعیتون؟ سوال اول من 4 سوال داشتم. ماشاءالله. حکم مستحب چیست؟ مستحب. بله. و کی به وجود آورده؟ بله. سوال بعدی؟ چرا در روش نماز پیامبر بعد از رفتن به رکوع دستاشون رو بالا می بردن و همچنین در قیام دستاشون رو به سینه‌شون می گذاشتن، ولی در مذهب ابو حنیفه رحمت الله این برعکس، مثلا دستا بالا نمی برن و دستا زیر ناف می گذارن. درست. سوال سوم،
چرا بدعت ها در کتاب ها به نام مستحب آمده است؟ مثال نیت کردن به زبان که میگم بدعت و همچنین مسح کردن گردن. سوال آخری؟ یک دیگه میگن در دین چیزی را اضافه نکنید، زیرا اگر چیزی در دین اضافه شد آن بدعت است. پس چرا این چیزا در دین اضافه شده؟ مثلا همین مسح کردن و نیت و این چیزهایی که روش نواز پیامبر نبود. درست. تشکر میکنم. خدا نگهدار شما باشه. تشکر میکنیم. بینندگان عزیز، در اینجا با هم یک میان برنامه خواهیم داشت و دوباره باز خواهیم گشت، با شما خواهیم بود. با ما باشین. بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالك يا أهل الذكر عرض سلام و خسته نباشید مجدد داریم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده اول از تماس تلفنی پرسیدن در مورد رقیه، گفتن آیا این درسته کسی که بر اون رقیه خوانده شده 3 روز نباید گوشت گوسفند بخورد؟ رقیه از نظر شرعی در صورتی که مشتمل بر آیات قرآن باشه یا دعاهایی از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد اشکالی ندارد و جایز هست کسی بخواند و بر بیمار بدمد. و این که فلان غذا را بخورد یا فلان غذا را نخورد این تأثیری در رقیه شرعی ندارد. منتها اگر کسی به عنوان طبابت فرد حکیمی هست و طبیبی هست، شاید به خاطر یک مصلحت دیگری چنین دستوری را داده و چنین پیشنهادی داده که تا 3 روز گوشت گوسفند نخورند، شاید یک مصلحت دیگری در کار باشد. اما از نظر شرعی با توجه به خود رقیه شرطش این نیست که انسان گوشت بخورد یا اینکه گوشت رو تا 3 روز مثلا گوشتی رو نخورد. رقیه شرعی کاری به نوع تغذیه انسان ندارد. وقتی که دعای شرعی و از قرآن و سنت خوانده بشود عرض کردم که این جایز هست، اشکالی ندارد. اما بقیه موارد و توصیه هایی که طبی و پزشکی هستند این برمیگردد به شناخت و تجربه اون رقیه خوان. اگر که پیش زمینه و تجربه پزشکی دارد یا حکیم و طبیبی هست شاید که یک مصلحتی رو در نظر گرفته باشه. از نظر شرعی چیزی در این مورد ثابت نیست. جزاکم الله خیر. اگر کسی زن اول داشته باشد و زن دوم بگیرد اما زن اول خود را ترک بکند، آیا به خاطر این کار در روز قیامت از او سوال پرسیده می شود؟ یکی از حقوق مشترکی که در میان زن و شوهر هست این است که باید به همدیگر احترام متقابل داشته باشند و حقوق زناشویی رو و حقوق مالی و غیر مالی رو که در میان زن و شوهر هستند، هر کدام از زن و شوهر حقوقی رو که برگردنشون هست باید برای طرف مقابلش این حقوق رو به جا بیاورد و هر کسی که در حقی که از نظر شرعی بر اون لازم هست که این حق رو انجام بدهد اگر کوتاهی بکند قطعا این یک نوع کوتاهی شمرده می شود، حق کشی هست و در روز قیامت الله متعال مؤاخذه خواهد کرد. و عدالت کردن در میان کسانی که چند همسر دارند از نظر شرعی یک واجب شرعی هست. انسان حتما باید مراعات بکند و این عدالت در مسکن هست، یک مسکن مناسبی برای هر دو همسرش فراهم بکند، در نان و نفقه هست و همچنین در مبیت هست، یعنی در شب گذراندن. اگر یک شبی پیش خانم اولش هست یک شب دیگر باید پیش خانم دومش باشد و در این زمینه مراعات بکند. و موارد دیگر که یک سری موارد روانی و درونی هستند اینها رو الله متعال مؤاخذه نخواهد کرد و من جمله محبت درونی که در قلب کسی
هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که قسم میکردند، یعنی اوقات خودشون رو دقیقاً تقسیم میکردند، مراعات میکردند، شبی پیش یکی از همسرانشون بودن و در آخر میفرمودند که اللهم هذا قسمی فیما املک فلا تؤاخذنی فیما لا املک. پروردگارا این قسم و این عدالتی که در حد توان من هست این است که من آن را انجام دادم. آن چیزی که در حد توان من نیست، فراتر از توان من هست، من را به آن مؤاخذه نکن. این به مواردی که برمیگرده به قلب انسان و به دل انسان هست. اما در مورد ظاهری به این مواردی که اشاره کردم در نان و نفقه و در مسکن و در مبیت حتما باید مراعات بکنند و این عدالت رو باید برقرار بکنند. و در این زمینه روایتی هست در سنن ابن ماجه، گرچه روایت از نظر سندی مقدار اشکال دارند. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند من کانت له امرأتان فمال الی احدهما جاء یوم القیامة و شقه مائل. هر کسی که 2 همسر داشته باشد و در دنیا به یکی از اونها میل بکند، یعنی یکی از اون 2 رو رها بکند، حقوقش را ادا نکند، در روز قیامت وقتی که از قبر برمیخیزد و محشور می شود به گونه کج محشور می شود. یکی قسمت بدنش مایل هست، فرو افتاده هست یا در واقع فلج هست. ترجمه های متعددی می توانیم این شق و مایل رو داشته باشیم، یعنی اینکه یک قسمت بدنش افتاده یا اینکه یک قسمت بدنش فلج هست یا یک قسمت بدنش آویزان هست. به هر صورت این مجازاتی هست که در این روایت، گرچه این روایت از نظر سندی اشکال دارد، منتها در این روایت اومده. به صورت کلی هر کسی که حقی برگردن دیگری دارد در روز قیامت اگر حقش رو در دنیا پرداخت نکند میتواند که در روز قیامت حق رو حتما مطالبه بکند. وقتی ما میگیم که عدالت یکی از حقوق هست و در مسکن و در نان و نفقه و در مبیت باید عدالت بکنند، یعنی این یک حق شرعی هست و کسی که از حقوق شرعی تعدی بکنند و آن را پرداخت نکند قطعا در روز قیامت الله متعال از اون بازخواست خواهد کرد. جزاکم الله خیر. بیان بعدی گفتن که شخصی هست که به خاطر لکنت زبان با نماز خیلی مشکل دارد، نماز رو به سختی میخواند، دکتر گفته که نماز نخوان. آیا این دلیل میشه که انسان نماز نخونه؟ نه، لکنت زبان کسی داشته باشه نتواند حروف را به درستی تلفظ بکند یا با زحمت فراوان قرائت قرآن را انجام میدهد، این برعکس این چنین فردی که با زحمت میتواند قرآن را تلاوت بکند و در تلفظ الفاظ مشکل دارد، این هم ثوابش چند برابر هست. و کسی که راحت تلاوت میکند اون یک ثواب خاصی رو دارد. کسی که با زحمت فراوان در واقع قرآن را تلاوت میکند نمیتواند حروف را ادا بکند و از زحمت مضاعفی را متحمل میشود، قطعا ثواب مضاعفی را هم خواهد داشت. این که انسان لکنت زبان داشته باشد این دلیل شرعی برای ترک نماز نیست. در هر اندازه‌ای که انسان توانایی دارد میتواند که آیات قرآن کریم را، فاتحه را و اذکار را بخواند، تا هر مقداری که برای میسر هست بخواند و نمازش از نظر شرعی هم صحیح هست و واجب هست بر چنین فردی که باز هم نماز بخواند در هر حدی که میتواند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند وقتی که من شما را به امری دستور دادم فأتوا منه ما استطعتم، یعنی تا حد توان که تا جایی که ممکن هست آن را عملی بکنید. شما هم تا جایی که برای شما ممکن هست و میتوانید، تا جایی که قرائت و اذکار و اوراد نماز از شما برمیاد و میتوانید بخوانید این را بخوانید و چیزی هم که نمیتوانید الله متعال شما را به خاطر آن مؤاخذه نخواهد کرد. جزاکم الله خیر. بیان بعدی گفتن که کسی مرتکب گناهی میشود توبه میکند اما دوباره آن گناه را تکرار میکند، آیا این نشانه ضعف ایمان است؟ گناه کردن یک طبیعت و سرشت بشری هست. هیچ بشری از گناه معصوم نیست و احتمال دارد که و حتی قطعا انسان دچار گناه می شود و آن چیزی رو که الله متعال به ما دستور داده بعد از این که گناهی انجام شد نباید از الله متعال ما ناامید بشویم، بلکه باید بازگردیم به طرف الله متعال و الله متعال از توبه ما شادمان خواهد بود. و در روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که الله متعال از توبه انسان چنان شادمان می شود که یک انسانی از مرگ قطعی و 100% نجات پیدا بکند
و مثالی رو زدند کسی در بیابان بر و برهوتی می رود، بر روی مرکب خودش سوار هست و در این بیابان بی آب و علف مرکبش از دستش می رود و هیچ راهی برای نجات پیدا نمی کند و سرش رو بر روی سنگی زیر درختی می گذارد به نیت این که می میرد و کاملا ناامید شده. وقتی چشم رو باز می کند می بیند که آب و آذوقه و مرکبش بالای سرش هست، یعنی از مرگ حتمی و 100% نجات پیدا کرده و از شدت خوشحالی میگه که پروردگارا تو بنده منی و من خدا و پروردگار تو هستم. یعنی از بس خوشحال بوده دچار لکنت زبان و دچار سهو زبانی شده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که الله متعال از توبه کردن شما از این انسان هم بیشتر خوشحال می شود. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند که از جانب الله متعال که تا هر زمانی که بنده من توبه بکند و بعد از اون گناهی رو مرتکب بشود، بعد از اون توبه بکند، هر بار که توبه بکند باز هم الله متعال توبه رو قبول میکند. و تا زمانی که شما از توبه کردن خسته نشوید مطمئن باشید که الله متعال از پذیرفتن توبه هم خسته نخواهد شد و هر وقتی که انسان توبه بکند قطعا الله متعال توبهش رو میپذیرد و هزارمین باری که شما صادقانه توبه بکنید مانند همان توبه اولتون که صادقانه بوده به همان اندازه که الله متعال توبه اولتون رو پذیرفت مطمئن باشید که توبه هزارمین بارتون رو هم الله متعال به همان درجه خواهد پذیرفت. خیر. سجده سهو یک سلام داره یا دو سلام؟ در این زمینه روایت صحیح از رسول الله صلی الله علیه وسلم که یک سلام یا دو سلام را مشخص کرده باشه وجود نداره از رسول الله صلی الله علیه وسلم، اما بنابر روایتی که در این زمینه هست مطلق سلام آمده و وقتی که یک حکم مطلقاً ذکر می شود یعنی بر فرد کاملش اطلاق می شود، یعنی سلام به هر دو طرف هست. منتها اگر کسی یک طرف سلام داد مانند مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بازم اشکال شرعی وجود ندارد، اما آن چیزی که از روایات فهمیده می شود سلام دادن به دو طرف هست و بعد از آن سجده سهو کردن. جزاکم الله خیر. آیا کسی اگر مادر خانم خود را سوار موتور کند همسرش طلاق میشه؟ انسان باید در این زمینه مراعات بکند. اگر کسی امکان دارد که یعنی تحریک بشود و بر خودش مطمئن نیست بهتر است که از این موارد پرهیز بکنند، خودشون رو در موضع شبهه یا در موضعی که احتمال داره مرتکب گناهی بشوند نباید قرار بدهند. اما مطلق این که مادر خانمشون رو سوار یعنی کنارشون بشینند بر پشت موتور بنشینند این به هیچ عنوان و با هیچ معیاری این موجب طلاق نمی شود، به هیچ عنوان طلاق واقع نمی شود. جزاکم الله خیر. بیننده برای گفتن که حکم قنوت در نماز صبح چیست؟ فرض است یا سنت؟ از دیدگاه جمهور علمای اهل سنت و جماعت قنوت در نماز فجر سنت نیست، یعنی سنت همیشگی نیست که رسول الله صلی الله علیه وسلم به صورت همیشه در نماز فجر قنوت خوانده باشند، بلکه ثابت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم قنوت نازله را خواندند و دعا کردند بر افرادی که علیه مسلمانان ظلم کردند و تعدادی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم را به شهادت رساندند، قبایل رعل و ذکوان که رسول الله صلی الله علیه وسلم قنوت نازله خواندند. در مناسبت هایی که مسلمانان دچار مشکلات هستند جایز هست که در نماز فجر یا در نمازهای دیگر قنوت نازله بخوانند، یعنی قنوتی که به خاطر یک مصیبت هست هیچ گونه اشکالی ندارد و جایز هست، اما همیشه خواندن قنوت در نماز صبح جز سنت های نماز صبح نیست و به صورت مداوم از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نشده. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده در مورد گفتن بسم الله قبل از شروع سوره حمد در نماز. بسم الله گفتن جز سنت های قولی نماز هست، این اگر کسی بسم الله هم نگفت اشکال شرعی ندارد. اگر در ابتدای سوره حمد بسم الله گفت لازم نیست که بعد از در آخر سوره حمد و در آغاز که سوره دیگر رو میخواند لازم نیست که بخواند و منتها اگر کسی خواند باز هم اشکال شرعی و ممانعتی در این زمینه وجود ندارد. در هر دو جا جزء سنت ها شمرده می شود و اگر کسی ترک کرد ولی اینکه عمدن ترک بکند در نمازش هیچ گونه خللی وارد نمی شود. لیزر موی بدن برای مردها چه حکمی دارد؟
برای موهایی که از نظر شرعی گرفتنشون و تراشیدنشون جایز هست، لیزر کردنشون هم جایز هست، اشکال شرعی ندارد. موی زاید بدن برای خانم ها یا برای آقایون اگر خواسته باشند با لیزر آن رو از بین ببرند، باز هم هیچ گونه اشکال شرعی در این زمینه وجود ندارد، کاملا جایز هست. و موهایی که از بین بردنشون از نظر شرعی جایز نیست، نه با تیغ و نه با لیزر از بین بردنشون جایز نیست، مانند موی صورت و محاسن برای آقایان. بقیه موهایی که در بدن هستند از نظر شرعی کسی اگر خواست با لیزر اونها را از بین ببرد و پاک بکند، این ممانعت شرعی ندارد و جایز هست. جزاکم الله خیر. یعنی بعد گفتن که بدهی دارند و به خاطر دفع بدهیشون میخوان وام بگیرن با سود 2%. آیا این اشکال دارد یا نه؟ اصل بر این است که هر گونه به اصطلاح سودی که بر روی یک قرضی و وامی اضافه بشود، اضافه از اون مبلغی رو که انسان تحویل میگیرد باید باز پرداخت بکند، این در واقع جز همان ربا شمرده می شود و تفاوتی نداره که درصدش کم باشد یا زیاد باشد، 2% باشد، 4% باشد یا 0.5% باشد، هر چیزی که باشد، وقتی که 1% رو اضافه شما مجبور هستید که بدهید یا کسانی که قرض دادن میگیرند، این جز همان مفهوم ربا هست و از نظر شرعی جایز نیست. جزاکم الله خیر. وقتی کسی فوت کرده، بعضیا افرادی را اجیر میکنن یا پول میدن و افرادی شیرینی میدهند که قرآن بخواند برای ثواب مرده. آیا درسته یا نه؟ تلاوت قرآن کریم یک نوع عبادت هست و در عبادت حتما باید خالصانه برای الله متعال انجام بشود. عبادتی که خالصانه برای الله متعال انجام نگیرد عبادت نیست و هیچ گونه ارزش عملی رو ندارد و ثوابی هم بر آن مترتب نمی شود. این یک قضیه دیگر، اساساً تلاوت قرآن، ختم گرفتن برای مردگان از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نیست و صرفاً یک نوع قیاس هست، یک گمانه و تخمینی هست که برخی از علما این رو بیان کردند، وگرنه از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم خواندن قرآن برای مردگان به هیچ عنوان ثابت نیست و رسول الله صلی الله علیه وسلم برای عزیزانی که از دنیا رفتند، برای همسرانشون که حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها و فرزندانشون که از دنیا رفتند و بقیه عزیزان و اصحابشون که از دنیا رفتند، حتی یک مرتبه هم برای بیان جواز این قضیه نفرمودند که شما سوره فاتحه را بخونید بر مردگان ببخشید، نفرمودند که شما ختم بگیرید. اگر واقعا چنین عملی جایز بود توصیه می‌کردند رسول الله صلی الله علیه وسلم و ما معتقد هستیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم هیچ حکمی رو کتمان نکرده و وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین حکمی رو برای ما تجویز نکردند و بیان نکردند، یعنی اینکه در اسلام وجود ندارد. به هیچ عنوان ثابت نشده از رسول الله صلی الله علیه وسلم که برای مرده‌ای از مردگانی عزیزانشون که از دنیا رفتن سوره فاتحه خونده باشند یا ختم گرفته باشند. چنین چیزی در سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود ندارند. راههایی رو که شرعی هست، دعا هست و صدقه دادن هست، انجام حج و عمره برای مرده هست، اینا راههای شرعی هستند که انسان میتواند اینها را به عنوان ایصال ثواب انجام بدهد. اما تلاوت قرآن یا خواندن حمد و قل الله بر مردگان از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست و صرفا یک نوع قیاس و یک نوع تخمینی هست که معلوم نیست که این ثوابش برسد یا اینکه ثوابش نرسد. و از این گذشته یک بدعتی که بالاتر هست، این که کسی پولی رو بدهد به یک فرد دیگر، یکی رو کرایه بکند، اجاره بکند که برایش قرآن بخواند برای مرده. عرض کردم که تلاوت قرآن یک عبادت هست، اگر خالصانه برای الله متعال باشد ثواب دارد، در غیر این صورت ثواب ندارد. الان کسی که شما بهش پول دادید که برای مرده شما قرآن بخواند، این کسی که قرآن رو تلاوت میکند یا ختم میخواند به چه نیتی قرآن میخواند؟ آیا به نیت عبادت این رو انجام میدهد که این عبادت به نیت عبادت این رو انجام نمیدهد؟ به نیت این که به خودش ثواب برسد این رو انجام میدهد؟ این نیتی نیست. و در عمل وقتی که همراه با نیت نباشد، نیت تقرب به الله متعال نداشته باشد، چون این عملی از نظر شرعی مردود هست، اصلا عبادت شمرده نمیشود. این کسی که برای دیگری قرآن میخواند، آن هم به نیت این که من به مال برسم، چون که یک قراردادی رو بستند، یک مبلغی رو دریافت میکند، این تلاوت قرآن میکند، نه به خود این تلاوت کننده ثوابی میرسد، زیرا که نیتی برای تقرب نداشته، نیتی برای حصول
ثواب نداشته و نه به اون میت ثوابی هم نمیرسد، زیرا که اساسا این طریق صحیح ایصال ثواب نیست و آن فرد اینو به عنوان یک عبادت انجام نداده بلکه به عنوان یک کار و شغل این رو انجام داده. پس بنابراین نه به تلاوت کننده قرآن در این زمینه ثوابی میرسد و نه به اون کسی، به اون مرده‌ای که برایش قرآن خوانده میشود. بهترین مورد برای ایصال ثواب این است که شما برای مردگان خودتون دعای مغفرت بکنید. همین که شما بگید پروردگارا پدر و مادر ما را، فلان عزیز ما را که از دنیا رفته مغفرت بفرما، رحمت بفرما، همین جمله اللهم اغفر لی و لوالدی یا هر کسی از مردگان دیگر باشد، این جمله بیشترین و بالاترین ایصال ثواب برای مردگان هست. اما من تعجب میکنم که چرا مردم ما راههای شرعی را که وجود دارد، راههایی و که رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه کردند، اونها رو رها کردند و یک راههایی چنگ زدند و یک صورتهایی رو اختراع کردند که در دین رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود نداره. این نه تنها که ثواب نیست بلکه گناه هم دارد، زیرا که بدعت هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که کل بدعت ضلاله و کل ضلاله فی النار. جزاکم الله خیر. از اتاق فرمون خواهش میکنم که دوباره شما تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن و بینندگان عزیز باز ازتون تقاضا میکنم که سوالاتون را به صورت مختصر داشته باشین و از طریق گوشی تلفن وقتی که صداتون وصل شد به صحبتتون ادامه بدین. بیننده بعدی گفتن که شنیدن از بعضی افراد که حدیث خواندن به اسم این که از نشانه‌های قیامت این است که خانه خدا توسط حبشی ها تخریب می شود. آیا این صحیح هست یا نه؟ بله، یکی از مواردی و پیشینگویی هایی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده خراب شدن خانه کعبه هست در آخر الزمان که روایتش هم بله در صحیح بخاری و صحیح مسلم و کتاب‌های دیگر آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند یخرب الکعبه ذو السویقتین من الحبشه، که در آخر الزمان کعبه را یک انسان حبشی و سیاه چرده‌ای میاد و خراب میکنه. ذو السویقتین یعنی انسان لاغری هست، پاهای خیلی لاغر و باریکی رو داره و حمله میکنند به مکه و در آخر الزمان خانه کعبه را تخریب میکنند، به گونه‌ای که بعد از آن دوباره خانه کعبه آباد نمیشود، ساخته نمیشود و بعد از آن هم قیامت برگزار میشود. جزاکم الله خیر. تماس بینندگان عزیزم وصله. اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. بفرمایید برادر گرامی. علیکم السلام و رحمت الله. ویسود حقه؟ به سوال حق و سوال شرعیتون لطفا. سوال شرعی ما همین است که در التحیات اولا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اما ویا در التحیات در قعده یک جا خونده بودم که عایشه مادرمون میگه که وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده بودن میگفتیم که اللهم صل علی محمد التحیات لله و صلوات و طیبات السلام علی النبی. بعد مردن گفتگی بودیم همین چخل خونیم السلام علیک را خونیم حاضریو که علی نبی خونیم. این یکم سوال. دویمش که حضرت هفته گذشته در نماز در سوال یک برادری که از دیگه از تاجیکستان و فکرم سوال دادن گفتن که دانلو مولوی دهقان حضرت فرمودن که همی از برای مرده و خدایی کنیم، گفت همون ملکش ممکن است. گفتن هیچ گپ نداره اگر ملکشی همی در شریعت نیست، همی فتوا درست نیست. چه کاری؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برای مادرمون خدیجه رضی الله عنها مثل دختراشون ایبان گذاشتن از دنیا در زندگیشون همین کارا نکردنش خوب نیست حضرت؟ یعنی اسقاط منظورتونه؟ همون خدایی میگن تاجیکو این صدقه کردن از برای مرده ها میکنن. همین چیز در شریعت نیست که همون یعنی بعد از 3 روز از وفاتش غذا پخش میکنن بین مردم، توزیع میکنن. همون خدایی دیگه، خدایی. تماس بعدی بیننده بگیریم. الو
سلام علیکم بفرمایید. سلام. وصال حق. وصال حق و سوال شریعتون لطفاً. الو. بفرمایید برادر گرامی. میگم میخواست از مولانا بپرسی مثلا در نماز فرض اگه سجده مثلا غیر از سبحان ربی الاعلی دعا دیگه بخونی اشکال داره یا نه؟ سوالی هم دارین؟ الو. میگم که قرآنی مثل کسی میخونه مثلا یه قرآن میخونه مثلا به نیت این که مثلا ثوابش به مرده ها برسه مثلا که حکمش جوری از اینجا مولانا. سوالی هم دارین؟ نه ممنون تشکر. تشکر از شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خدمت استاد محترم، من پیشترم با شما تماس گرفته بودم، سوال من شما دقیق نفهمیدین. از مولای صاحب قدس دهقان پرسش داشتم که من در نماز زیاد مشکل داشتم، یعنی تطلع نیستم، صرف در نماز زبان من زیاد بند میشه، زیاد فشار می سر مغز من. درست. و هیچ گفتن نمیتونم، حتی یک گفتن صحیح گفتن نمیتونم دیگه. میشه که چی کار کنم؟ کدام سوره هست که من بخونم که با سوره خوب شوم، یا کدام کار دیگه هست؟ من زیاد تداوی کردم، خدا هیچ فایده نکرد، هیچ کدامش. تعویضم گرفتم و دمم کردم زیاد، خدا هیچ کدامش بر من فایده نکرد. درست. سوالتون واضح است. البته میخواستم بگم به سوال شما هنوز نرسیدیم، یعنی سوال شما هنوز مونده است خواهر گرامی. خب درست است استاد گرامی. من گفتم میشه که از مولای صاحب قدس دهقان پرسان کنم که من میتونم که همراه یک نفر دیگه جهر بخونم نمازه، مثلا پیش نمازی بته بر من کلش جهر بخاطر که ما یک کلمه رو گفته نمیتونم. درست. بسیار بر من زیاد مشکل است. انشالله پاسخ دریافت میکنیم. تشکر از شما. بله در سخن گفتن زیاد خوب است، اون گپ دادن میتونم ولی در نماز زیاد اندیش دارم، یک حرف هم گفتن نمیتونم. امیر میشه که جناب مولانا صاحب پرسان کنم که چی کار کنم باید؟ انشالله پاسخ دریافت میکنیم. تشکر از شما. تماس بعدی بیننده. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. من میخواستم یک سوال داشت. بفرمایید. سوال ما این بوده که امی مفهوم قرآن شریف که در اوتلا در اروپا میگیرن به خاطر 40 مرده که 200 نفر خبر میکنن، و اون اوتلایی که در اوتلایی که عرصی و سوی میشه یا رقص بازی و مثلا مرد گرد ورد و مشروب یا کل چیز استفاده میشه و بعد از اون باز ختم که به نام 40 یا در اونجا میگیرن جایز است ولی واسه ثواب گناه نداره که زن و مرد هم قاطی هستن دیگه. بله عرصی هایی که اروپا میشه و زن و مرد گرد ورد و به اسلام در اونجا استفاده و رقص و پایکوبی و همه چیز و در اون طلا باز 40 مگی بیام که میگیرن نفر خبر میکنن و ختم قرآن شریف میکنن و ختم قرآن هم میگیرن. جایز است نیست؟ از نقطه از نظر شریعت گناه نداره؟ درست. تشکر از شما. بله بله. یعنی موضوع که در هتل یا در جایی که مراسم عروسی میگن رقص و پایکوبی هست، در همون جا هم دوباره مراسم ختم میگیرن و قرآن و چل میگیرن. آیا این گناه نداره یا گناه داره؟ سوالی نداره؟ نه بعض مردمای دیگه باز ختم قرآن شریف همون در همون جا میان چیز میکنن، مراسم میگیرن. یعنی مسجد نمیگیرن، دعوت یک جای میگیرن. درست. از گناه نداره، از گناه که قرآن شریف در اونجا. درست. انشالله پاسخ دریافت میکنن. خدا نگهدار شما. آخرین تماس بیننده رو میگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیننده گرامی صدای شما وصله، بفرمایید با من صحبت کنید.
علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. یک سوال یا برادر یک سوال پرسیدند، همون را میخوام تا توضیح بدین که در همین بعد ما مرده انسان یگان نزدیکا سردن میروند مقصد میبرن، بعد همون یگان مال میکشن، یگان گاو یا گوسفند میکشن و در حق همون صدقه میکنن. درست. برای همون سوال همون را روشن کردن گپ زدم و بعد سوالم که همین انسان مسلمان مثل نماز، حج، مقصد روزه فرض است، همین زکات هم اگر که مسلمان نکرده دینش چی زیان داره؟ اگر زکات ندهد سوال واضح بود مولوی؟ فکر کنم گفت اگر زکات ندهد آیا در دین زیان وجود میاد، نقصی در دین وجود میاد یا نه؟ بله. سوالتون همین بود اگر زکات ندهد یک شخص آیا نقصی در دین وجود میاد یا نه؟ بله بله. درست. تشکر از شما. یعنی عزیز در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود. فقد أضعت وتعلم إنما الدنيا منام فأحلى ما تكون إذا انتبهت هي الدنيا إذا سرتك يوما تسوك ضعف ما فيها سهرت تحدث عنهم وتقول كانوا نعم كانوا كما والله كنت حديثك هم وأنت غدا حديث لغيرهم فأحسن ما استطعت سل الأيام عن عم وخال أرى ديارهم خواء فقد أنكرت منها ما عرفت بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالك يا أهل الذكر عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا سوالایی که بیننده پرسیدن چند تا دانش قبل از تماسایی که جدید گرفتیم مونده. بیننده پرسیدن که طلبکارهای زیادی دارن که بعضیاشون حکم جلب شد گرفتن از محکمه یا دادگاه، آیا میتونن که مهریه همسرشون رو به اجرا بگذارن و اون رو تبدیل به پول بکنن و به طلبکارها بدن یا نه؟ دعا میکنیم که الله متعال این بیننده عزیز رو و تمامی عزیزانی رو که از زیر بار قرض رفتند الله متعال بهشون توفیق بده و رزق حلال و گسترده رو بهشون عنایت بفرماید
تا اینکه بتوانند قرضشون رو ادا بکنند و انشالله که زندگی خوبی رو داشته باشند. اگرچه سوالیشون زیاد یعنی واضح و آشکار نبود، اما اگر منظورشون این هست که مثلا همسرشون با ایشون همکاری بکنه و مهریه‌ای رو که دارند یا بهش دادند به عنوان زمینی یا چیزی دیگری که هست اینو پس بگیرند یا امانت بگیرند، قرض بگیرند از همسرشون، اجرا گذاشتن به این معنی که مثلا مهری همسرش استفاده بکنند و اینو به طلبکاران بدن، از نظر شرعی اشکالی نداره. وقتی که خود همسر راضی هست و با رضایت خودش کل مهریه رو یا بخشی از مهریه رو به صورت کلی میبخشد یا فعلا در اختیار شوهر قرار میدهد، شوهر میتواند از آن استفاده بکند و هیچ ممانعت شرعی هم در این زمینه وجود ندارد. و در این زمینه هم دعای جالبی هست از رسول الله صلی الله علیه وسلم که برای پرداخت وام مناسب هست: اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک و اغننی بفضلک عمن سواک. و این دعا رو هم انشالله همیشه ورد زبان بکنند. امیدوار هستیم که الله متعال قرضه ها و وام هایی رو که برگردنیشون هست زودتر بتواند که ادا بفرماید. انشالله. جزاکم الله خیر. راه درمان یا راه نجات از سحر چیست؟ راه حفاظت از سحر مهمترین راهش پایبندی به احکام شرعی هست. هرچند که انسان بیشتر با الله متعال ارتباط داشته باشد و خصوصا نماز در این زمینه بسیار تأثیر مثبتی رو دارد و خصوصا در میان نمازها نماز فجر و نماز عشا هست که در این زمینه روایتی از رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد شده که هر کسی نماز صبح را با جماعت بخواند در مسجد، چون این شخصی در ذمه الله متعال هست، یعنی در حفاظت الله متعال هست. و خصوصا یعنی اضافه بر خود نماز، بعد از نمازها اذکار و اورادی را که به عنوان اذکار بعدیه و اوراد بعد از نماز هست اینها را بخواند، بسیار مفید هستند برای حفاظت انسان از شر جن و از شر شیاطین و انسانهای به اصطلاح شرور. من جمله خواندن آیت الکرسی بعد از هر نماز این رو بخونند، تاثیر خیلی زیادی رو دارد. بعد از نماز فجر و بعد از نماز مغرب 3 مرتبه قل هو الله را بخونند و بعدش 3 مرتبه قل اعوذ برب الفلق را بخونند، 3 مرتبه قل اعوذ برب الناس را بخونند و همچنین قبل از خواب این 3 سوره را هر یکی رو 3 مرتبه بخونند و بر خودشون بدمند. اینا تأثیر بسیار زیادی رو دارد در حفاظت انسان از شر شیاطین و جنها. و اضافه بر این اذکار و اورادی رو که در این زمینه وجود دارند بسیار مفید هستند. انسان باید همیشه اذکار صباح و اذکار مسا و اذکار صبح و شام رو همیشه بخواند، پایبند دعاها و هدیه شرعی باشد و همیشه اهل قرآن باشد، یعنی قلبش همیشه آباد باشد با یاد و نام الله متعال، همیشه در فکر الله و در ذکر الله متعال باشد. و کسانی هم که سحر میکنند، ساحرها، نمیتوانند که انسان مؤمن و با ایمانی رو در حالت عبادت و در حالت ذکر الله متعال در واقع سحر بکنند. و معمولا جن وقتی که مأموریت مییابد از طرف یک ساحر که وارد بدن یک انسانی بشود یا سحری انجام بگیرد، این جن معمولا مراقب هست یه وقت غفلتی رو که انسان در وقت گناه باشه، در وقت معصیت باشه یا وقت غفلت از یاد الله متعال باشد، در این وقت هست که سحر تأثیر میکند. پس بنابراین این که شما همیشه پایبند نماز و اذکار و اوراد شرعی باشید، همیشه در ذکر و یاد الله متعال باشید، بزرگترین حفاظت شما از جنها و از شر انسانهای شرور و جنهای شرور هست. و الله متعال انشاءالله شما رو از سحر و جادو حفاظت بفرماید. جزاکم الله خیر. بعد از هرات گفتن که 3 خواهر دارن که یکی از خواهراشون رو مادرشون بددعایی کرده است. گفتن راه حل این مشکل و رفع این گناه چیست؟ گناهی که رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما توصیه کردند و فرمودند که هیچ کسی بر نفس خود و بر مال خود دعای بد نکند. این از نظر شرعی جایز نیست که انسان کسی را از عزیزانش رو نفرین بکند، بر مال خودش یا بر جان خودش و بر فرزندان خودش نفرین بکند و دعای بد بکند.
و چه بسا که وقت اجابت دعا باشد و الله متعال چون این دعایی رو قبول بکند و نهایتا کسی که متضرر هست خود ما هستیم که فرزندانمون رو از دست بدیم یا مالمون رو از دست بدیم یا صحت و سلامتی خودمون یا خانوادهمون رو از دست بدیم به خاطر اینکه یک مقدار عصبی شدیم و دعای بدی رو کردیم. راهش این است که اولا انسان باید مراعات بکند، همیشه مراقب باشد و خودش را عادت بدهد به دعای خیر. حتی وقتی که عصبانی هستیم یا وقتی که ناراحت هستیم دعای خیر بکنیم و معمولا در برخی از جاها مردم عادت خوبی رو دارن وقتی که عصبانی میگن در هنگام عصبانیت تکیه کلامشون این است که الله خانه تو را آباد بکند. اینا دعاهای خوبی هست که در این زمینه انسان باید خودش رو در واقع آموزش بده و تمرین بکنه تا اینکه بتواند حتی در هنگام ناراحتی و در هنگامی که آشفته هست دعای خیر بکنید برای خودتون، برای فرزندانتون و برای مال خودتون. هیچگاه علیه خودتون، مال و اموالتون و فرزندانتون دعای بد نکنید و در مقابل جبرانش هم با دعای خیر هست. کسی دعای بدی رو کرده در حق کسی دیگر نفرینی کرده، در مقابل دعای خیری رو انجام بده و دعا بکنه که الله متعال موفق بگرداند یا برکت قرار بدهد الله متعال در مال و جان و در سرمایه دوستان و عزیزان. و منم دعا میکنم که الله متعال تمامی بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی وصال حق را، مالشان را، جانشان را، ناموسشان را حفظ بکند و در مال و جان و فرزندانشان الله متعال برکتی را عنایت بفرماید. و یک نکته ای که واقعا یعنی قابل تأمل هست در این زمینه این است که الله متعال با رحمت و لطفی که دارند حتی این که دعا را قبول نمی کنند هم احیانا جز نشانه لطف الله متعال هست و نشانه رحمت الله متعال هست. اگر هر دعایی رو که ما کرده باشیم ما نمیدونیم که این دعا به نفع ما هست یا به ضرر ما هست. احیانا ما آشفته میشویم، ناراحت میشویم از روی عصبانیت، نه از ته دل، که وقتی دعایی رو شاید بکنیم که مناسب نباشه، نه و نفرینی باشه علیه زن و فرزند و یا مال و خانواده باشه، الله متعال با رحمت خودش این رو هم نمیپذیرد. و امیدوار هستیم که انشاءالله ما بتونیم در مرحله اول همیشه خودمان را عادت بدهیم که دعای خیر بکنیم و اگر دعای بدی از زبان ما خارج شد در مقابل اینو جبران بکنیم با دعای خیر خودمون و استغفار بکنیم از این که آشفته شدیم، از این که دعای بدی رو در حق خودمون در حق دیگران کردیم. امیدوار هستیم که الله متعال انشاءالله وضع زندگی همه ما را و وضع دینی و ایمانی همه ما را انشاءالله سامان بدهد. جزاکم الله خیر. بنابراین گفتن که شخص بیمار هست و دکتر بود داروی تجویز میکنند که این دارو در آن مواد الکلی به کار گرفته شده است. استفاده از این دارو برای درمان چه حکمی دارد؟ اصل بر این است که هر موادی که نشه کننده هستند و مسیح‌آور هستند اینها جزء مفهوم خمر قرار میگیرند و از نظر شرعی استفاده از به اصطلاح خوراکی هایی که مست کننده هستند و انسان رو نشه میکنند، بیهوش میکنند، چون استفاده از چنین خوردنی هایی جایز نیست. تفاوتی نداره که این به عنوان مایع باشه یا به صورت جامد باشه، به هر صورت استفاده کردن از این موارد در اصل درست نیست. منتها در برخی از داروهایی که به عنوان چه بسا که فرمول ساخت دارو این گونه هست یا برای حفاظت دارو مقداری الکل در اونها اضافه می شود، انسان در چنین موارد باید سعی بکند و سوال بکند که اگر داروی دیگر مشابه با این هست، بدیلی دارد که در آن الکل استفاده نشده، آن اولاتر و بهتر است که از آن نوع داروها استفاده بکنیم. معمولا شرکت های متعددی وجود دارند، داروهای متعددی هست و چه بسا که بدیل و جایگزینی داشته باشه این دارویی که مورد نظر شما هست که داروی دیگر بدون الکل باشه. قطعا استفاده کردن از دارویی که بدون الکل هست و هیچ درصدی از الکل در آن نیست این اولاتر و بهتر هست. منتها در صورتی که پزشک مسلمان یا پزشک متخصصی تجویز کرده باشه که فلان دارو رو باید بیمار استفاده بکنه و جایگزین دیگری ندارد یا در حد این داروی دیگر مؤثر نیست و به اصطلاح جواب نمیدهد، از نظر شرعی اشکال ندارد که انسان چنین به عنوان یک داروی استفاده بکند. مجمع فقه اسلامی در مکه مکرمه هم این مورد رو تجویز کردند و گفتند که درصد کمی از الکل که در برخی از
از اقلام دوایی وجود دارد و مسکر نیست، یعنی نشه آور نیست، این از نظر شرعی برای طلب مثلا شفا و به عنوان معالجه از نظر شرعی اشکال ندارد. گرچه اولاتر و بهتر این است که انسان سعی بکند اگر که داروی بدیل و جایگزینی هست از آن استفاده بکند، اما اگر نبود یا کاراییش در حد این دارو نبود انشاءالله که جایز هست و اشکالی ندارد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در مورد تیمم سوال کردن، گفتن که در سفرهایی که با هواپیما صورت میگیرد اگر در وقت نماز طهارت گرفتن و وضو گرفتن مشکل باشد آیا میشه تیمم کرد؟ تیمم فقط در جای جایز هست که امکان استفاده از آب نباشد، یا به صورت کلی آبی وجود ندارد که شما وضو بگیرید یا غسل بکنید، یا آبی هست و برای شما ممکن نیست که استفاده بکنید. فرض کنیم بالا یک چاهی شما ایستادید، آب هست در داخل چاه اما ابزاری نیست که شما آب بکشید، یا یک فردی به خاطر حساسیت شدیدی که دارد یا به خاطر بیماری که دارد نمیتواند از آب استفاده بکند. در این صورت ها تیمم کردن جایز هست و حکمش همان حکم وضو هست، یعنی همان گونه که از آب به وسیله وضو گرفتن طهارت حاصل می شود، از خاک و به وسیله تیمم کردن هم طهارت حاصل می شود. اما وقتی که شما در سفر هستید و آب نیست می توانید تیمم بکنید، اما اگر آب هست یا این که شما می رسید به یک مقصدی می رسید که در آنجا آب هست و می توانید که نماز را جمع بخوانید، در این صورت تیمم جایز نیست. اولاتر و بهترین است که شما نماز را به تأخیر بیاندازید، به وقتی که به مقصد رسیدید این نماز را با نماز بعدی مثلا نماز ظهر را با نماز عصر این رو جمع بکنید، یا قبل از این که حرکت بکنید وقت نماز ظهر هست، شما میدونید که وقت نماز عصر کاملا شما در داخل هواپیما هستید، در سفر هستید و ممکن نیست که وضو بگیرید یا نماز را ایستاده بخوانید، بهترین است که قبل از سفر و در وقت نماز اول شما نماز را به صورت جمع بخوانید. اینها رخصت های شرعی هست که الله متعال برای مسافر قرار داده، یعنی این که مسافر در سفر میتواند که نماز را قصر بخواند، یعنی نماز 4 رکعتی را 2 رکعت بخواند، و هم میتواند که جمع بخواند، یعنی 2 نماز را در یک وقت بخواند، ظهر و عصر در یک وقت و مغرب و عشاء در یک وقت، هم جمع تقدیم و هم جمع تأخیر. یعنی شما میتوانید نماز ظهر و عصر رو در اول وقت ظهر بخوانید یا در آخر وقت عصر بخوانید، و همچنین نماز مغرب و عشاء را میتوانید در اول وقت مغرب بخوانید یا مغرب عشاء را در آخر وقت عشاء بخوانید. هر دو صورت از نظر شرعی جایز هستند و اشکالی ندارد. درست. جزاکم الله خیر. سال بعدی بیننده گفتن که آیا در اسلام چیزی به نام پیر وجود دارد که ادعا بکنند که من دین شما هستم و دین و از من بگیرید و من مشکلات رو حل میکنم؟ پیری که در واقع یک قدرتی داشته باشه برای اینکه کسی رو خوشبخت بکند یا کسی رو بدبخت بکند، زندگی کسی رو بهتر بکند یا بدتر بکند، یا منبع به اصطلاح رزق و روزی برای انسان باشد، چون این چیزی در شریعت اسلامی وجود ندارد. حتی در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم و بعد از ایشون اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم کسی رو به عنوان پیر خودشون، به عنوان مرشد خودشون، اون مسائلی رو که امروزه به عنوان پیر و مرشد از اون استفاده می شود و تبلیغ می شود، چون این چیزی وجود نداشته. حتی در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم ما می‌بینیم که رسول گرامی اسلام ما را توصیه کردند بر این که یعنی خود ما بر احکام شرعی و بر سنت‌های رسول الله صلی الله علیه وسلم عامل باشیم. بهترین روش تزکیه همان روشی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم با آن روش اصحاب خودشون رو تزکیه کردند. روش های دیگری که امروزه همراه با بدعت هست و همراه با سرود و موسیقی هست، همراه با یک سری بدعت های دیگری هست، یک سری باورهای نادرستی هست، اینها تمام بدعت و ضلالت هستند و عاقبت و آخرتشون در واقع آتش جهنم هست. این که یک اصلی رو ما داریم که حضرت امام مالک رحمت الله علیه میفرماد کل یؤخذ من قوله و یرد الا صاحب هذا القبر، اشاره میکند به قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم که هر انسانی در دنیا قولش قابل رد یا قابل قبول هست مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم که قطعا باید قبول بکنیم، حرفشون قابل رد نیست.
متاسفانه بسیاری از پیرهایی که امروزه وجود دارند، این عمومیت نمیدم، برخی از اساتید و علما هستند که واقعا اهل علم هستند، واقعا متبع و پیرو سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. شاید یک مرجعیت دینی رو داشته باشند، یک اشرافی رو داشته باشند بر شاگردانشون به خاطر تزکیهشون، به خاطر تربیت روحی و معنویشون، مراقب اعمال اونها هست، یا یک سری در واقع برنامه عملی رو به اونها داده. این هیچ گونه منافاتی با اسلام نداره. اما این که ما بیایم یک فردی رو فراتر از انسانهای دیگر قرار بدهیم که هم از نظر خاصیت جسمانی اون رو مبارک بدانیم، از اون تبرک بجوییم، و هم از نظر خاصیت‌های معنوی اون رو فراتر از شریعت اسلامی بدانیم، به گونه‌ای که مثلا بسیاری از این پیرهای گمراه میگویند که پیر هر چی گفت دیگه شما نباید نه بگید در مقابلش. در مقابل پیر خودتون مانند مرده در مقابل زنده باشید. ما چون این چیز رو در شریعت اسلامی نداریم. هر کسی، هر استادی که باشه، حتی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، شاگردانشون ما می‌بینیم که با ایشون مخالفت میکنن. تمام ائمه این گونه بودن. اگر یک حکم شرعی رو خلاف اشتباهی سر میزده، استدلالشون و استنباطشون درست نبوده، شاگردانشون در مقابلشون میایستادن. عرض کردم مقوله امام مالک رو که تمام انسانها قولشون قابل قبول و رد هست مگر رسول الله صلی الله علیه و سلم. در اسلام هیچ کسی مرجعیتی رو که از اون سوال نکرده بشود یا اینکه حرفش برای ما حجت قطعی و 100% باشد بدون از قرآن و سنت، چون این چیزی رو ما نداریم. و چون این پیری که ما رو بخواد خوشبخت بکند، اگر ما مخالفتش رو کردیم، حرفش رو قبول نکردیم، ما رو بدبخت بکند و همنشینی با اون باعث بشود که زندگی ما اصلاح بشود، اگر که اون از ما ناراض بشود زندگی ما تباه بشود، چون این چیزی رو ما نداریم. و متاسفانه بسیاری از این افرادها کسانی هستند که به ناحق مال مردم رو میخورند و از سادگی مردم و از جهلی که متاسفانه وجود داره سوء استفاده میکنند و این راه را فقط امرار معاشی قرار دادن برای خودشون و برای کسب درآمد هست. وگرنه راه درست اسلامی این است که شما پیرو قرآن و پیرو سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشید. اون پیری که شما به اون معتقد هستید که مالک نفع و ضرر شما هست، مالک صلاح و زیان شما هست، اونم یک انسانی هست مانند شما و هیچ گونه تأثیری رو و هیچ گونه دخل و تصرفی رو در زندگی شما و در امور جهان هستی در واقع ندارد و مالک سعادت و شقاوت شما نیست. درست. جزاکم الله خیر. سال بعدی بیرانه گفتن که زن در بیرون ستر نمی کند و ادعا هم می کند که دل انسان باید پاک باشه و دل انسان باید صاف باشه. آیا این درسته؟ چه انسان دلش پاک باشه یا ناپاک باشه، بالفرض این که دل پاک هست، این دلیل نمیشه که انسان احکام شرعی رو زیر پا بگذارد. معیار احکام شرعی نیست که کسی دلش پاک هست یا دلش پاک نباشه. این یک طرف قضیه هست. و جنبه دیگر قضیه این است که بالفرض این که این خانم دلش پاک هست، اما آیا تمام کسانی که ایشون بیرون میبینند، اونم چه بسا که همراه با آرایش باشه، خلوت با بیگانگان باشه، آیا تمام اونها دلشون پاک هست؟ که قطعا نیست. و در زمانی که متاسفانه در تمام جوامع بشری ما میبینیم که فساد غالب شده، انسان باید در این زمان و در این مواقع بیشتر از گذشته پایبند احکام شرعی باشد و برای حفاظت خودش و برای حفاظت ناموس خودش و برای حفاظت حتی دیگران هم باید اون حجاب شرعی و پوشش شرعی رو باید مراعات بکند. درست. جزاکم الله خیر. سوال خواهر گرامی ما این بود، گفتن که در نماز وقتی که نماز میخونن با مشکل روبرو هستن و نمیتونن قرآن را قرائت بکنن، زیاد طول میکشد و کلا گفتن در نماز زبانشون میگیرد و مشکل دارن و حتی تعویض هم گرفتن اما فایده نداشته. گفتن باید چیکار کنن برای رفع این مشکل؟ و همچنین گفتن آیا میتونن که در نماز یک نفر را امام بکند که جهری نماز بخواند و ایشون بهش اقتدا بکند یا نه؟ قبلا در سوال بیننده دیگه من عرض کردم که الله متعال انسان را بر اساس توانی که دارد مکلف کرده
رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند که صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. یعنی هر کسی در حدی که توانایی دارد، اگر توانایی دارید ایستاده نماز بخوانید، اگر ایستاده نمیتوانید نشسته بخوانید، اگر نشسته نمیخوانید دراز کشیده نماز بخوانید. یعنی این که احکام شرعی مرونت دارند و قابل تطبیق برای تمام افراد هستند. هر کسی در حد خودش و در موقعیت خودش و بر حسب توان خودش باید احکام شرعی رو انجام بدهد. کسی که توانایی قرائت را به صورت کامل ندارد، هر مقداری که برایش میسر هست به همان مقدار کفایت بکند. اگر با صدای بلند نمیتواند بخواند، با صدای آهسته فقط یعنی لبخوانی بکند، اینم در واقع کفایت میکند برای کسی که نمیتواند تلفظ بکند و با صدای بلند قرائت بکند. اگر خودش به صورت تنهایی شاید که یک مقدار اضطراب دارد، نمیتواند تمرکزی رو داشته باشه، خب بهتر هست که همون گونه که خودشون هم فرمودن با جماعت نماز بخونند، یک کسی جلو باشد، ایشون پشت سرشون باشند و اقتدا بکنند. اگر به این صورت میتونن بهتر نماز بخونند، اما خودشون سعی بکنند تا جایی که برایشون میسر هست. پریشان هم نباشند، بر خودشون هم فشار نیارند، ناراحت نباشند و این بیماری از جانب الله متعال هست و عملی رو که شما نمیتوانید انجام بدهید الله متعال شما رو مؤاخذه نخواهد کرد و به خاطر ضعفی که شما دارید، به خاطر بیماری که شما دارید و نمیتوانید این عمل رو به صورت کامل انجام بدهند، بازم الله متعال ثواب کامل به این فرد میدهد. و حتی در روایت اومده که در برخی از موارد مانند نمازهای سنت یا عبادت‌هایی رو که انسان در هنگام صحت و سلامتی یا در هنگام اقامت می‌خوانده، اگر در سفر برود به خاطر سفر نمیتواند که نماز تهجد شبی رو که قبلا می‌خونده، نماز سنت‌هایی رو که در حضر می‌خونده نمیتواند بخواند، الله متعال به لطف خودش همان ثواب رو به اون میدهد. کسی که بیمار هست و به خاطر بیماری نمازش ناقص هست یا اینکه نمیتواند ارکان و ابعاد نماز رو به صورت کامل انجام بدهد، همان ناقصی که انجام بدهد در حق این فرد به عنوان کامل در واقع پذیرفته می شود و این باعث نقص ثواب و کمبود ثواب شما انشالله نخواهد بود. سعی بکنید که انشالله یعنی شما خودتون اذکار شرعی را، اذکاری رو قبلا عرض کردم، آیت الکرسی را، سوره فاتحه را، قل هو الله احد را، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس رو، اینا رو همیشه بخوانید و بر خودتون بدمید در غیر وقت نماز. حتی اگر این سوره حمد رو 7 مرتبه بخوانید و همچنین آیت الکرسی را یا این 3 سوره که عرض کردم اینها رو بخوانید 7 مرتبه بر آب بدمید و با این آب از آب بخورید یا اینکه حتی غسل بکنید، وضو بگیرید با این آب، ان شاءالله امیدوار هستم که حال شما بهتر از این بشود و به صورت صاف و مشخص بتوانید که قرائت رو در هنگام نماز یا بعد از یا بیرون از نماز انشاءالله انجام بدهید و نمازتون یک نمازی باشه که مورد رضایت الله متعال قرار بگیره. انشاءالله. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که چرا در روش نماز پیامبر رفع یدین وجود دارد در قیام و رفتن به رکوع و سجده، ولی در مذهب احناف این وجود ندارد، همچنین جای دست بستن در قیام نیز فرق میکنه؟ در مورد رفع یدین در نماز موردی داریم که اتفاقی هست، هم در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و هم در مذاهب دیگر، و این رفع یدین در هنگام آغاز نماز و همراه با تکبیر تحریمی هست. در این مورد هیچ گونه اختلافی وجود نداره. رفع یدین به صورت کلی در تمام موارد، هم در تکبیر تحریمه و هم در موارد دیگر، رفتن به رکوع، برخاستن از رکوع، برخاستن از رکعت دوم و قعده اولی، اینها تمامشون جز سنت های نماز هستند. بحثی که در مورد رفع یدین هست بحث جواز و عدم جواز نیست، بحث صحت یا بطلان نماز نیست. این گونه نیست که یک حنفی مثلا بگوید اگر کسی در نماز رفع یدین بکنه نمازش باطل هست، یا یک شافعی یا حنبلی مثلا بگوید کسی که در نماز رفع یدین نکنه، دستها رو بلند نکنه، نمازش باطل است. چون این چیزی وجود نداره. این در حدی هست که بحث اولا و عدم اولا هست. عموم فقها با توجه به احادیث صحیح و صریحی که در این زمینه آمده معتقد به این هستند که رفع یدین در تمام این موارد مانند تکبیر تحریم جز سنت های نماز هست. اما در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه آنها بازم به خاطر برخی از روایاتی که از حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه نقل کردند معتقد بر این هستند که سنت این است که در ابتدای نماز دست بلند بشود، اما در موارد دیگر این رو سنت نمیدونند. بحث
سنت یا عدم سنت است، بحث اولا و عدم اولا است. در صحت نماز حنفی و قبول بودنش یا در صحت نماز یک شافعی و حنبلی هیچ گونه شکی وجود نداره و از دیدگاه تمام فقهای ائمه اربعه و بزرگان مذاهب اهل سنت و الجماعت به هر مذهبی که شما اقتدا کردید و از هر عالمی از علمای مذاهب اربعه که شما پرسیدید و بر طبق فتوای اون عمل کردید، از نظر شرعی نماز شما درست هست و هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. ما معتقد هستیم به خاطر کثرت روایات رفع یدین و به خاطر صحت و صراحتشون که هم صریح تر هستند و هم صحیح تر هستند و هم بیشتر هستند از روایات عدم رفع یدین که روایات رفع یدین بسیار محدود و ضعیف هستند. رفع یدین کردن سنت هست، جز سنت های نماز هست. اگر این رو انجام بدهید امیدوار هستیم که به خاطر انجام سنت انشاءالله نماز شما قطعا نماز کاملتری خواهد بود. اما اگر کسی بر اساس فتوا یک عالم حنفی رفع یدین نکرد، باز هم ما معتقد هستیم که نمازشون کاملا صحیح هست و هیچ گونه اشکالی در این زمینه وجود ندارد. و در مورد بستن دسته ها جایز هست، تمام موارد هم زیر ناف ثابت هست یا نقل شده از حضرت علی رضی الله تعالی عنه، هم روی ناف هم بالای ناف، تمام این موارد ثابت هست. اصل چیزی که ثابت است از رسول الله صلی الله علیه وسلم این است که دسته ها رو در نماز میبستند و دست راست رو بر روی دست چپ در واقع قرار میدادند. این سنت است به اتفاق مذاهب اهل سنت و الجماعت به استثنای برخی از فقهای مالکیه. و بستن دست هم متفاوتی نداره، شما زیر ناب ببندی هم جایز هست، بالای ناب ببندی هم جایز هست، بر روی سینه ببندی هم جایز هست، هیچ گونه اشکال شرعی در این زمینه وجود ندارد و این گونه مسائل به هیچ عنوان نباید مورد اختلاف باشه یا سبب درگیری و سبب تفرقه در میان مسلمانان باشد. اگر یک کسی بر اساس فتوا یک امام دیگر از ائمه اهل سنت و الجماعت عمل میکند فبها و نعم، کسی حنبلی هست، کسی شافعی هست، مبارکش باشد. و اگر کسی حنفی هست بر اساس مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عمل میکند، باز اشکال شرعی وجود نداره. من خاطری رو دارم از یکی از اساتیدمون که در دانشگاه در درس حدیث بودند، ایشون روایات رفع یدین رو وقتی بررسی میکردن یک جمله بسیار زیبایی رو گفتند که من این رو فراموش نکردم. ایشون گفتند که از دیدگاه ما رفع یدین سنت هست. فرمودند که از دیدگاه ما رفع یدین سنت هست و مردم باید رفع یدین بکنند، اما نه در جایی که مردم احنافند. اگر کسی رفع یدین بکند دچار خللی می شود و در میان مردم اختلاف می افتد. یعنی این سنت در حدی نیست که شما اینو بیایید علم بکنید و به خاطر انجام یا ترک یک سنت مثلا شما یک مرتکب یک محظور شرعی دیگر بشوید، مردم دو دسته بشوند و اختلاف و افتراق در میان مردم به وجود بیاد. عرض کردم که هم رفع یدین و هم گذاشتن دست بر روی سینه یا روی ناف یا زیر ناف اینها جزء مسائل ثانوی هستند و هر کدام از این موارد رو که شما عمل کردید از نظر شرعی اشکال نداره. اما با توجه به روایات و صحت روایات و کثرت روایات و دیدگاه ما این هست که روایات رفع یدین صحیح‌تر، متواتر و قوی‌تر و صریح‌تر هستند از روایات عدم رفع یدین. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی یا خود بیننده سوالشون گفت، چند سوال پرسیدن در مورد قضیه مستحب. گفتن که مستحب چیست و چرا بدعت ها در کتاب ها به عنوان مستحب آمده است، مانند نیت و مسح گردن، و گفتن چرا اینها در دین اضافه شده است. اصل بر این است که رسول الله صلی الله علیه وسلم ما رو دستور دادند که متبع سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باشیم. الله متعال به ما توصیه کردن ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چیزی که رسول الله به شما دادند اون رو بگیرید، بر آن عمل بکنید. متاسفانه در طول زمان و با گذشت زمان در برخی از مناطق به خاطر اینکه علمای قوی وجود نداشتند یا کتاب‌های دینی وجود نداشتند، روایات وجود نداشته، در برخی از مناطق برخی از مسائل به جای و این بدعت‌هایی که هستند، خرافاتی که هستند در میان عوام متاسفانه جا پیدا کرده که بیان این حقایق و چه بسا که از بین بردن اینها زمان میبرد. اکنون که الحمدلله همه دسترسی دارند به علمای اسلامی و به کتاب‌های شرعی و به کتاب‌های حدیثی و فقهی دسترسی دارند، زمان این فرا رسیده که یک نوع اصلاحی در میان در مورد
مورد افکار و باورها و اعمال مردم باید انجام بگیرد. مواردی را که صحتی ندارد و سندی ندارد از احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم و از عمل رسول الله ثابت نیست، این موارد را ما باید ترک بکنیم. من جمله این موارد همین مواردی هست که این بینندهمون اشاره کردم که تلفظ نیت در نماز از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نیست و اساساً نیت کار دل هست، هیچ گونه ربطی رو به زبان نداره. بالفرض اگر زبان هم برعکس دل یک چیزی رو تلفظ بکنه، این تلفظ زبانی هیچ گونه اشکالی به وجود نمیاد و اساساً اعتباری رو نداره و تلفظ زبانی سنت نیست و چه بسا که اگر این رو انسان ادامه بدهد و اینو سنت بداند، این تبدیل به یک نوع بدعت می شود. برخی از فقها گفتند به خاطر اینکه قلب و زبان با هم هماهنگ باشند، گفتند که با زبان هم شما این نیت بکنید، یعنی نیت رو با زبان خودتون تلفظ بکنید. اما فراموش نکنید که این حرف یک عالم هست، قول رسول الله صلی الله علیه وسلم نیست. با حرف من و با قول من و فتوای من یک چیزی که اصلی در شریعت ندارد مستحب قرار نمیگیرد، سنت نیست. مستحب اون عملی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم پسندیده باشند و آن را انجام داده باشند، این معنی مستحب است. مستحب این نیست که من پسندیده باشم. پسندیدن من و نپسندیدن من یا امثال من هیچ گونه تأثیری در حکم شرعی ندارد و تلفظ کردن نیت با زبان ثابت نیست از رسول الله صلی الله علیه وسلم. روایت حضرت عایشه است که رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز را با الحمدلله رب العالمین در واقع شروع می‌کردند و همچنین مسح گردن در هیچ روایت صحیح از رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد نشده که در هنگام وضو رسول الله صلی الله علیه وسلم گردن خودشون را مسح کرده باشند. جزاکم الله خیر. در التحیات الان که رسول الله صلی الله علیه و فوت کرده است، آیا باید گفت السلام علیک یا باید گفت السلام علی النبی؟ روایتی که در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده و معروف ترینشون روایت حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه است که در مورد التحیات که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید که دست مرا گرفتند و التحیات را به من یاد دادند که التحیات لله و الصلوات و الطیبات السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. این صیغه و عبارتی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم این رو آموزش دادن به حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه و تمام صحابه در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم با همین کیفیت درود میخوندند بر رسول الله صلی الله علیه وسلم. در هیچ روایت صحیح و غیر صحیح نیومده که رسول الله صلی الله علیه وسلم یک روزی یعنی گفته باشند که در حیات من شما بگویید السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته و در بعد از مرگ من بگویید السلام علی النبی. حتی در زمان حیات رسول الله صلی الله علیه وسلم همه مردم در حضور رسول الله نماز نمیخوندند، ولو اینکه در حضور رسول الله صحابه که نماز میخوندند تحیات را با صدای بلند نمیخوندند که بگن السلام علیک ایها النبی، بلکه این یک صیغه دعا هست و که هدف ما همون یک حضور قلبی هست و دعایی هست برای رسول الله صلی الله علیه وسلم. و بیننده من گفتن از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها نقل شده که السلام علی النبی این از حضرت عایشه نیست، از خود حضرت عبدالله بن مسعود هست رضی الله تعالی عنه که در صحیح بخاری هست، میگه که بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم ما میگفتیم السلام علی النبی و رحمت الله و برکاته. این اجتهاد حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه است، از بقیه اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل نشده، بلکه مخالفش نقل شده. در زمان خلافت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یک روز ایشون بر روی منبر به مردم آموزش دادند که به اصطلاح التحیات این از التحیات لله و الصلوات و الطیبات و السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. همین با لفظ السلام علیک اینو بر روی منبر گفتند. در زمان خلافت خودشون تمام صحابه هم حضور داشتند، کسی اعتراض نکرد و این روایت هم بهترین سند نقل شده در موطأ امام مالک رحمت الله علیه. پس بنابراین نظر درست همون السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته است. خیر. یک دقیقه وقت مونده، 4 تا سوال باید بله بسیار. قضیه گفتن که وقتی کسی فوت میکند حیوانی ذبح میکنن و غذا میپزنن، آیا این درسته یا نه؟ یا همچنین یعنی هم گفتن که قرآن بخونن و ثوابش مرده. به صورت کلی ایصال ثواب برای مرده جایز هست. اگر حیوانی رو ذبح بکنن به فقرا و مساکین بدن اشکالی نداره، منتها تعیین روز در این مشخص کردن روز و مناسبت این از نظر شرعی اشکال داره و درست نیست و خواندن قرآن برای میت هم از عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نیست. در نماز فرض به جای سبحان ربی الاعلی میشه دعای دیگر خوان؟
هم سبحان ربی الاعلی در هنگام سجده به اصطلاح معروف ترین ذکر هست و ذکرهای دیگر از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده، مانند سبحانك اللهم ربنا و بحمدک اللهم اغفر لی سبوح قدوس رب الملائکه و الروح یا بله دعاهای دیگری که هم از سنت ثابت شده یا دعاهایی که با زبان خودشون باشن، دعاهای قرآنی و نبوی باشن، هیچ گونه اشکال نداره، هم در نماز سنت و نفل میشه خوند و هم در نماز فرض. در جایی که مراسم عروسی گرفته میشه در همون جای درست مراسم برای قرآن گرفت؟ اگر که به اصطلاح یعنی سوالشون در مورد گرفتن مرده باشه، یعنی عرض کردم که خود این جلسه گرفتن و به اصطلاح جلسه ترحیم و ختم گرفتن این از نظر شرعی درست نیست، جزء بدعت هایی هست که در دین اضافه شده و ما چیزی به عنوان ایصال ثواب قرآن برای مرده یا ختم گرفتن برای مرده در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نداره. آیا کسی زکات ندهد در دینش نقص وجود می آید یا نه؟ بله، زکاتی که از ارکان اسلام هست و کسی که مالش به اندازه نصاب زکات رسیده باشه باید حتما زکات رو بده و زکاتی که از اصول اسلام، اصول پنجگانه اسلام و یکی از ارکان اربعه عبادی دین صحیح مبین اسلام هست. جزاکم الله خیر. خسته نباشین. بندگان عزیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و در اینجا پایان برنامه رسیدیم. تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ليزيل الحيرة من أمري، هنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقهه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا